رفقا سلام، امیدوارم که هر کجای این کره خاکی که هستید و صدا و تصویر من رو میبینید و میشنوید حال دلتون خوب باشه. البته میدونم با این خبرهای جنگ و گرونی و فقر و چیزای مختلف حالا هیچ کدوممون خوب نیست، اما امروز میخوام یه مقداری مغزتون و دلتون رو قلقلک بدم دیگه. از دیروز تا الان توی توییتر و توی شبکه اجتماعی خود ترامپ و بعدش توی کانالهای نظامی امریکا یه چیزی هی داره مدام تکرار میشه. اگه تهران پا پس نکشه، ترامپ گفته که من یک سوراخ گنده توی کوه کرکس باز میکنم. حالا کوه کرکس چیه؟ معمولا تو افسانه ها و نمیدونم چیزهای مختلف راجبش میشینیم دیگه. حالا یهو شده هات تاپیک واشنگتن، این مدام تهدید میکنه و اسم کوه میاره و میگه کرکس. شاید خیلیاتون هم نشنیده باشید دیگه. چرا اصلا کسی باید کوه بزنه؟ امروز میخوایم بریم تو دل این ماجرا و بشکافیم ببینیم آقا پشت پرتی این کوه کرکس چی و چه مرگشه، زدنش چه بلایی سر ایران، امریکا و کل خاورمیانه میاره. اصلا ترامپ چرا الان که هزار جور تست و موشک و پهپاد وسط آسمون داره گیر داده به کوه، بعدش هم یه مشت عدد و رقم و یکم تاریخچه زیرخاکی و چند تا سناریو که اگه بزنید چی میشه و اگه نزنید چی میشه. حالا یه قصه کرکریای نظامی رو هم میگن، حالا میریزیم رو میز دیگه ببینیم اصلا اصل ماجرا چیه. اول باید بدونیم که کوه کرکس کجاست. وسط استان اصفهانه، دقیق‌تر بگیم شمال نتنز. با خود قم یه کم حالا سینه خیزی با بخوایم بریم با ماشین یه ساعتی راه دیگه. بلندی قلش نزدیک به 3900 متر. زنجیره کویه که از دور مثل یک دیوار برفی، حالا زیر دل همین دیوار گفته شده که جمهوری اسلامی ایرانشون یه شرکت پیمانی صنعتی ساخته که توی قراردادش بهش میگن مجموعه شاخص نتنز، ولی خب بهش میگن سایت غنی سازی شده. از سال 2003 مکانش کمابیش شنیده می شده. 2010 ویروس اکستاکسنت رو توی خشک کردن سانتریفیوژ ها اونجا اعمال کردن. 2020 انفجار مشکوک داخلش رقم خورد. کارگاه ساخت سانتریفیوژ های جدید بوده که حالا اون انفجار مشکوک باعث شد که بره رو هوا. و 2024 هم که همین چند وقت پیش بود، نزدیک به 16,000 سانتریفیوژ پیشرفته IR6 و IR8 هنوز داخلش داره میچرخه. پس کرکس فقط یه تیکه سنگ نیست، مثل کوچه بنبست مانندی اونه که داخلش برنامه هسته‌ایه. حالا چرا میگه میزنمش؟ دو تا دلیل فوری داره، یه دلیل انتخابی، یه دلیل استراتژیک. اولی نقش فوری تری داره دیگه. الان انتخابات میان دوره مجلس و سنا رو تو برنامه خودشون دارن پیش رو هستش و آمارهای نظرسنجی گالوپ نشون میده که جمهوری‌خواها 4% عقبن، یعنی طرفداران ترامپ. و یه انفجار تلویزیونی رای ایران راحت میتونه اون میلیاردی ها و مسیحای اونجا رو بفرسته دم صندوقای رای. و دلیل استراتژیک هم اینه که کوه کرکس عمق پناهگاهش تا 800 متر. آمریکا میگه که اگر اون رو الان نزنیم 3 سال دیگه سانتریفیوژهای نسل 9 میان و خط غنیسازی 90% و پیاده روی های بعد نار. و اون وقت هم باید دنبال گزینه‌های اتمی اسرائیلی بگردیم برای زدن اونجا. پس یک بریک اوت تایم دیگه که میخوان همچین بگیر نگیر اونجا رو بزنن. حالا بذارید همین یه عدد به درد بخورم بهتون بگم که تا حرفمون خوش نشه. طبق گزارش‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، اورانیوم غنی شده 60% که دست ایرانه، خرداد ماه امسال رسیده به 118 کیلوگرم. برای ساخت یک بمب اتم جمع و جور چیزی حدود 42 کیلوگرم اورانیوم 90% لازمه دیگه. الکل و قهوه رو که نمیخوان با هم قاطی کنن، ولی اگه
تبدیل درصدی بکنیم، ایران حدود 1.5 بمب اتم موادش رو آماده داره. حالا کافیه که یه شیفت کاری زیادی رو تو سایت تنین‌سازی مثلا فشار بیارن و بمب رو بسازن دیگه. خلاصه ترامپ میگه که قبل از اینکه قفل این گاف صندوق باز بشه و اینا به بمب اتم برسن، باید بانک رو تو سر نگهبانش خراب کنیم دیگه، یعنی اون سیستم اتمیش رو خراب بکنیم. حالا سوال بعدی اینه که اصلا زدن کوه چجوریه؟ شما فکر نکنید مثلا یه 16 میاد و قله رو یه موشک میزنه و وسط مثلا اتفاقات تموم میشه. نداشت یه چیزی تو مایه های جی بی یو 57 بعد اونجا بریزه دیگه. یه گولاخ 14 تنیه که با بمب افکن‌های B2 یا B52 میتونن اونو بندازن دیگه. 400 متر زمین رو مثل مته میشکافه و بعد تازه اون مغزش منفجر میشه. محاسبات آزمایشگاه گویی میگه که واسه 800 متر سنگ آهکی کرکس حداقل 3 تا از این بمب ها باید پشت سر هم به یک نقطه بخوره دیگه. قیمت هر کدومشون هم با هزینه تیز کردن مته و جلا دادن اون دماغش حدود 14 میلیون دلار. یعنی ترامپ باید یه فاکتور 42 میلیون دلاری رو امضا بکنه واسه اقتصاد امریکا. البته پول خورد حساب میشه ولی واسه ما میشه یک قیمت کلون دیگه. حالا ببین سناریو رو بریزیم وسط. آمریکا میاد این 3 تا بمب رو هم پرت میکنه. سقف تونل رو هم حالا مثل کلید باز میکنه و ایشکاف و سانتریفیوژها له میشه. اورانیوم قبار میشه. ایران طبق قانون 11 را، همون چیزی که حالا خیلی از اونا میگن، میگه 11 را شروع میکنه 100 تا موشک خرمشهر و قدر رو نمیدونم چیزای دیگه شلیک میکنه رو سر ناوگان پنجم امریکا تو بحرین و 2 تا پایگاه تو کویت و شاید عین الاسد اون بیابوناش تو عراق. نتیجه نفت میرسه به بشکه 140-150 دلار. بورس توکیو 10% میریزه. تو آمریکا بنزین لیتر میشه مثلا $3. ترامپ میشه سوژه لعابدار کمپین بایدن که دیدید جنگ رو کی شروع کرد. ولی ایران هم زیر این مسئولیت ها نمیره و زیر ساخته هسته‌ایش حالا ممکنه که دوباره صفر کنه دیگه، ولی بعد 10 سالی دوباره خرج کنه تازه برگرده به وضعیت الانش. این سناریو اول دیگه، بزنه بتره کنه اتفاقات بیفته. سناریو دوم اینه که آمریکا میگه که بذار دنده نرم بریم دیگه، فقط پست برق و انبار سانتریفیوژهای روی زمینشون رو بزنیم، عمق کو رو دست نزنیم که خط قرمز آژانس دیگه ممکنه هم رد بکنه. اون وقت ایران با یک حمله موشکی سبک نرم از بغل ناوگانایی که حالا تو نزدیکی ها هستن مثل شیخ عیسی بحرین و جای دیگر رو میزنه ولی تنگه رو نمیبنده دیگه. وزارت خارجه‌اش هم تو توییتر میگه که پاسخ مناسب بود و الان دیگه آتش بسه. بازار بعد 2 هفته آروم میشه و تو این مدل هم آمریکا سیاسی امتیاز میگیره که ما زدیم و ایران هم عقب نشینی کرد، ولی خب تو عمل کاری نکرده دیگه، چون خراب کردن یه سوله و 2 تا ترانس برق و ایران هم اون وسط قربون صدقش میره و موشکاش هم که ایران هم شلیک نمیکنه به جای دقیق. ماجرا نرم از بغل تموم میشه. تهش چه اتفاقی میفته؟ هیچی به هیچ. همین دو در بازی ها و اصطلاحاً چیزای مختلفی قبلا اتفاق افتاده. این میشه سناریوی دوم. سناریوی سوم اینه که ترامپ فقط حرف میزنه، شلیک نمیکنه، ولی این تهدید رو تو جیبش نگه میداره واسه چونه زنی، مثل کسی که رو آنتن مثلا داره تهدید میکنه، میگه میام تو محلتون نمیدونم فلان میکنم بیسان میکنم، ولی خودش میدونه که باشه مثلا از در خونش بیرون نمیذاره و فایده نداره اگه بخواد این مسیر رو بره دیگه. فقط با تهدید و حالا با حرف و سخنرانی قیمت نفت و طلا رو یه جا منجمد میکنه دیگه. امیریه تهران هم سکه گرم 17 میلیون میشه 18.5 میلیون. فارس جنوبی هم که همون وسط فیلم میچرخه و کار خودش رو میکنه. و اینکه میگه اگه
نه پای توافق میزنم و چنین و چنان میکنم، همون وعده‌ای که داد دیگه، میگه میخوایم دید چه میشه بعد اینا. برسیم به اون کوه کرکس، ببینیم که این پناهگاه زیر کوه کرکس واقعا چند لایه داره. لایه اولش، چون موضوع ویدیومونه دیگه، سلول های اصطلاحاً سقف مونتاژه که 25 متر زیره، مثل زمین فوتبال، ولی سقفش مثل زوزنق است. زیرش راهروهای اصلیه که 300 متر میره تو دل کوه، اونجا که 6 ردیف سانتریفیوژ های 24 تایی با لوله های گاز چسبیده به دیوار چی شده. هر ردیف 24 واحدی سانتریفیوژ هم که جز نسل ششم هستن تقسیم میشن به تقریبا 360 تا دستگاه توی یه سالن. و خلاصه حالا خیلی نمیخوام بحث فنی بکنم، نه شما ممکنه که سواد کافی داشته باشید، نه من حالا اونقدر سواد کافی دارم که بخوام اینقدر راجع به این قضیه صحبت بکنم، ولی خب دیگه اطلاعاتش هست دیگه. اونجا هم خیلی عکساش تو گوگل ارت و جای ارث میگن گوگل ارث و جای دیگه نیست. ولی خب این لایه اوله. ولی خب دفاع هوایی که اونجا هست اینه که کرکس رادار برد بلند قدیر رو داره، برد 1100 کیلومتر از یزد تا گوشه خزر رو میبینه و رو زمین هم سامانه باور 373 با سیستم کشف آرایه فلزیشه که روی زمینه که این پکیج با موشک صیاد کار میتونه مثلا هدفها رو تا 30,000 متر بزنه. ولی خب راستش رو بخوایم بگیم هیچ وقت نمیتونه که مثلا بمبای اموپی بی 52 و بی 2 رو بزنه دیگه، چون لحظه که بی 2 داره تو ارتفاع 40,000 پایه میچرخه، موشک صیاد باید 200 ثانیه بالا بره تا بخوره مثلا سر اون بمب افکنه، مثلا اونجا همون فاصله تا اون موقع بخواد بزنه بمب انداخته و رفته. یعنی سپاه باید زودتر از مثلا حالت عادی درگیری‌های هوایی رو شروع بکنه، یا مثلا دقیقه 90 دعا بکنه که مثلا با همین ترکیبی که داره زارت موشکی که میزنه، مثلا پهپاد مثلا آرکیو 4ش مثلا یه حلقه درست بکنه بخواد بزنه، که اونم تقریبا احتمالش صفره. حالا برسیم سر قیمت و اقتصاد مردم دیگه. طبق محاسبه بانک جهانی هر 1 میلیون بشکه کمبود نفت تو بازار تو کوتاه مدت $10 میاره رو قیمت نفت. اگه ایران در پاسخ به بمباران کوه کرکس تنگه هرمز یا همون شیرفلکه رو ببنده که گفته بسته میشه، یعنی 12 میلیون بشکه نفت خام و معیانات دیگه نمیره بیرون. یعنی $120 فقط به خاطر عرضه‌ای که حالا اتفاق نیفتاده کم میارن دیگه. بعد ترس روانی هم که یکی دیگه از اون اتفاقات $10 که میفته، یعنی نفت برنت $86 الان میشه بالای $200. بعدش چین برای اینکه بخواد کشتیاش نسوزن بی سر و صدا میره از روسیه تخفیف $40 میگیره. آمریکا هم که از 600 میلیون بشکه ذخیره اضطراریش استفاده میکنه و حالا البته 350 تاش بیشتر نمونده، یعنی پمپ بنزین های شیکاگو بنزین معمولی $2.5 $2.5 تا $3.5 رو مجبورن که $5 رو مثلا 10-20 سنت بفروشن. یعنی عموم مردم دنیا بدبختی و گرونی و تورمیه که ما الان داریم تو ایران حس میکنیم و حس میکنن. حالا منظورم خاطبتون من که حالا این ورم دیگه وضعیتشون 2 برابر میشه. بریم سر افکار عمومی ایران. توی یکی از نظرسنجی‌هایی که اتفاق افتاده 74% مردم ایران، حالا دیگه نظرسنجیه دیگه، گفتن حاضریم زندگیمون سخت بشه اما برنامه هسته‌ایمون قطع نشه.
حالا این 74% یا 76% رو کیا اعلام کردن؟ یه سری از اون آدم‌های حکومتی و اصلا نمیتونن آماری غیر از این بدن. اینو اومدن اعلام کردن، یعنی گفتن که آقا ما این آمار رو گرفتیم، ولی خب کسی جرئت نداره بگه آقا برنامه هسته‌ای نباشه. یعنی برنامه هسته‌ای مثل ناموسشون میمونه. و اینکه اگه این برنامه هسته‌ای نباشه، الان خب تازه تنگه رو هم دارن دیگه، جدیدن تازه فهمیدن که تنگه چه سودی داره و تنگه رو اومدن مطرح کردن و گفتن که تنگه برای ما هم مثل ماجرای ناموسیه دیگه. ولی خب یه زاویه دیگه هم هست دیگه، خود این کوه کرکس که یک منبع زیرزمینی آب غنی هم داره دیگه، چشمه‌های گوارایی که نتنز رو وسط کویر تبدیل کرده به بهشت سبز برای بادام و سیب و اینا. یعنی اگه بمب سنگر شکن چاه آب اونجا رو سوراخ بکنه، سفره‌های آبی هم آلوده میشه، نتنز بدون سر و صدا میمیره و البته از بیابی. و این دیگه جنگ سری نیست و سری یک تراژدی 20 ساله خواهد بود. و اینا هم باید بگیم که حالا لحاظ زیست محیطی کسی حواسش به این قضیه نیست، چون زیست محیطی هم خیلی ضربه خواهد زد به این اتفاقات. ولی خب دیگه میخواستم به شما بگم که اون کوه کرکس اینا دارم، کوه کرکس داستانش الان اینه و این اتفاقات افتاده. حالا باید ببینیم که در آینده آیا ترامپ تهدیداتش عمل میکنه یا نه. همین الانی هم که من دارم این ویدیو رو ضبط میکنم، حملات زیادی به اهواز و بندرعباس و جای دیگه شده. پایگاه هوایی اهواز رو مورد حمله قرار دادن، لشکر 92 و توی بندرعباس هم همینطور و توی بوشهر و جای دیگه هم داره اتفاقات عجیب میفته. مثلا میگم که خبرهای اونا رو هم برای شما به لحظه پوشش بدم. خیلی مخلصیم، امیدوارم که حالا مفید واقع شده باشه این ویدیو. سعی کردم که از اطلاعاتی که داشتم و از حافظه که حالا این روزا خیلی خسته است و شب‌ها من زیاد بیدار میمونم بهتون داده باشم. چاکریم. اگر دوست داشتید ویدیو لایک کنید، حال کردید و به اشتراک بذارید. چاکریم.